سلام كمسك الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می خواهی خداوند مشکلی تو را در روز قیامت از تو دور بکند؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر شخص مشکلی از مسلمان دور کند، الله متعال بر عوضش مشکلی از مشکلات او را در قیامت از او دور خواهد کرد. روایت بخاری. پس برادر و خواهر ایمانیم، هر وقتی که میبینی که برادرت یا خواهرت به مشکلی دوچار شده است، بدان که این مشکلی توست. یعنی اگر تو قدرت برطرف کردن این مشکلی را داشته باشی، او را برطرف کن و بر عوض این خداوند مشکلی روز قیامت تو را از تو دور خواهد کرد. ببینید، ما در این دنیا مشکلی برادر را برطرف کنیم، بر عوضش خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامت را از ما دور خواهد کرد. هرچی قدر که ما مشکلی برادران را از آنها دور بکنیم، انشاءالله خداوند در آخرت مشکلی های ما را از ما دور خواهد کرد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.